در شهر گلستان مرحله شهری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار شد. در مراسم گشوده‌شوی آزمون نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و شعبه معارف اشتراک نموده ضمن سخنرانی خود ذکر نمودند که آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برای دریافت و دستگیری نورسان و جوانان بالیاقت رشد تفکر علمی، بلند برداشتن شوق و رغبت به آموزش فن‌های دقیق و طبیعت شناسی، اینچنین تربیت نسل دانشمند و تندرست نقش مهم دارد. با مقصد در سطح بلند برگزار نمودن آزمون مذکور و هوسمندگردانی اشتراکچیان از جانب ریاست وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در شهر گلستان به مبلغ 190,576 سومانی برای غالبان دور دوم آزمون که از روی 4 گروه در 8 نامیناسیا جایهای یکم، دوم و سوم را صاحب می‌گردند، جایزه و مکافات پولی مقرر کرده شده است. آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت امروز به یکی از مهمترین زمینه‌های دریافت و رشد استعدادهای جوان تبدیل یافته برای بلند برداشتن سطح دانش جهانبینی و تفکر تکنیکی و ایجادی نورسان و جوانان نقش مؤثر می‌گذارد. طولی 4 سال است که در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت از نامیناسی متماتیک اشتراک نموده در دبیر شهری و ولایتی آن جایهای افتخاری را سزاوار گردیدم. همچنین دو کبته اشتراکچی دبیر ولایتی از المپیاده خوانندگان از فنی متماتیک گیرنده استیپندی پرزیدنتی و استیپندی رئیسی شهر می باشم. نداری خشبه با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسانم که به ما نوسان و جوانان چنین آزمون المپیاده ها را تشکیل نمودند. این تشبس‌های پیشوای ملت به ما امکانیت می‌دهد که ما بسیارتر به کتاب رو آوریم و بسیارتر به خواندن مشغول شویم. طولی 2 سال است که در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت اشتراک نموده از نامیناسیای تکنولوژی اطلاعاتی در دور شهری و ولایتی آزمون جایهای افتخاری را سزاوار گردیدم. ما بسیار خرسندیم که چنین آزمون ها را برای ما پیشکش نمودند. این امکانیت می‌دهد که ما جوانان دانش خود را زیاد نماییم و به خلق و وطن خود خدمت نماییم. مورد به ذکر است که سالهای آخر در برابر دیگر منطقه‌های کشور توجه خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی شهر گلستان نیز به علم‌های دقیق، تکنولوژی‌های معاصر و کارهای تحقیقاتی بیشتر گردیده شماره اشتراکچیان آزمون سال از سال افزوده ایستاده است. در دور شهری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در شهر گلستان 351 نفر خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی اشتراک نموده، از بین آنها 48 نفر به مرحله ولایتی راه یافتند.